همه اون مسئله گذاری که در پیام این ساله بود و کلی از پیام های پیشینه تفاوت داشت. مهمترین مسئله هایی که وابسته به پرابلم های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ساحه علم معرفی بود، رهبر دولت اون مسئله ها را مورد بررسی قرار دادند. مهمتر از همه وضع ژئوپلیتیکی که امروز در جهان معاصر بسیار جامعه جهانی را به تنگ آورده است، رهبر دولت به واسطه به همین مسئله ها توجه ظاهر کردند. مسئله های تروریسم و اکستریمیسم که امروز تمام جامعه را همچون وبای عصر با خطرهای زیاد روبرو کرده ایستاده است، برای حل این مسئله ها نظر اندیشه‌شان را بیان کردند و همچنین برای امنیت ملی، امنیت دولتی نظر و اندیشه بیان کردند و همچنین برای رشد تاجیکستان وابسته به 25 سال استقلالیت دولتی به تمام مقامات ها دستور دادند. ما باوری کامل داریم که تطبیق این پیام امکان میدهد که تاجیکستان بازم رشد نماید. یکی از جوهر این پیام آن بود که در سال جاری مزد معاش، نفقه، استیپندیا و دیگر مسئله های اجتماعی و اقتصادی مهنتکشان بالا برداشته می شود که ما کارمندان اتفاق های کسبه این را با یک خوشنودی میپذیریم و باوری داریم که این به منفعت مردم و منفعت مردم مهنتکش است. مختصر کرده جناب عالی فهماندن که تاجیکستان عزیزی ما در مرحله وجود دارد که این مرحله تشکلیابی اون رو در نظر دارد. تشکل جامعه سازی با اون وابسته است که ما نگاه همون چگونه باشد. این نگاه رو ما در جامعه سازی چه خیلی میبینیم. همه ساختارها باید فکر و اندیشه خود رو معین کنن که ما با کجا جامعه را برده ایستادیم، چه کارها رو باید انجام دهیم و وظیفه‌گذاری رهبر دولت هم برای سال جاری از آن عبارت است که ما کار و فعالیت خود را با نظر نو دیده برایم و کاری را انجام دهیم که برای آینده تاجیکستان و ملت ما ضرور باشد. برای من بسیار جالب بود که پیام امساله از ذکر وضع بسیار متشنج جهان شروع شد و در واقع وقتی که درباره جهان فکر میکنی به قدر صلح و آرامی و وحدتی که در تاجیکستان حکم فرما است بیشتر میرسی و ضمناً بسیار مسئله های مهمی داخلی و خارجی هم مورد بررسی قرار گرفتند و از همه مهم شخصا برای من این بود که در هر مورد در هر بخش این پیام امساله جناب عالی پیش از همه انسان ذکر می شد. در مرکز دقتشان، در مرکز توجهشان همیشه انسان بود، انسان زحمتکش، انسان سازنده، بنیادکار و در نزد تمام اداره ها، در نزد حکومت وظیفه گذاشتن که تمام شرایط ها مهیا کرده شود که وضع زندگی همین انسان بهتر شود.